سلام به یه مسابقه جذاب بین دو کشور رقیب، دشمن سیاسی، البته دولت مرداشون نه مردمشون. خوش اومدید. مسابقه ای بین ایران و آمریکا. ما خوب اعلام کردیم این مسابقه سختی و آدمای عادی شرکت نکنن. ایرانی‌ها چرا اینقدر لاغر مردنی‌ان؟ خب این مربعی که اینجاست رو میبینید، هر دو گروه باید 30 روز توی این مربع بمونن. هر گروهی که در پایان 30 روز تعداد بیشتری ازشون تو مربع مونده باشه برنده $500,000 میشه. آماده اید شروع کنیم؟ Oh yes and come on baby. آماده اید شروع کنیم؟ بلند سلامت بفرست. سلام یا علی برادر شروع کن. بسم الله بسم الله. شما که قراره تا آخرش بمونی داره؟ حتما میمونم، نمیذارم ایرانیا برنده بشن. خیلی خوب، عالیه. ببینیم و تعریف کنیم. پلنت واسه مسابقه چیه؟ چجوری میخوای برنده بشی؟ ورزش، تمرکز، یوگا. من برای آیندم شده تا لحظه آخرم میمونم. خب ببینیم این ایرانیان غیور چی کار میکنه. والا من نظر سفره حضرت عباس کردم که ببرم. این بنده خدایی که گفتی کیه؟ چیه قضیهش؟ شما آمریکا، اسرائیل ها هیچی سرتون نمیشه. باشه بابا، خواهیم دید که تهش میمونید یا نه. دوست من، تو اگه مسابقه رو ببری چی کار میکنی؟ به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب عبادت است. و به نام خدا من میخوام نیسان آبی بگیرم، باهاش چارچونم، بقیه‌شو میذارم بانچ سود میگیرم. نیسان، چه هدف قشنگی. حالا این آبی بودنش مهمه، رنگشه یا مدلشه؟ والا فقط آبی داره. آها اوکی. خب یعنی الان اگه من بهت یه نیسان بدم از مسابقه خارج میشی؟ خب معلومه که خارج میشم. جالبه. خب دوست من، طبق قراری که با هم داشتیم شما الان باید از مسابقه خارج بشین، شما و اینم یه نیسان آبی. این چی مزخرفی برداشته آوردی؟ من گفتم نیسان آبی از زامیان. بابا خب این نیسان دیگه آبی هم هست. خب الان میشه با این بار برد؟ بابا اینو ولش کن، اسکول این نمیخواد از مسابقه خارج شه. بیا از من بپرس، تو رو خدا. آقا بیا. مرتیکه بی وجود رو نگاه کنا. هیچ به من توجه نکردم، اینجوری داره این گاو میره. شیطونه میگه بگیرم همینجا خوش. خب اولین چالشی که افرادی که تو مسابقه شرکت کردن باش روبرو میشن افزایش دماست. میخوایم دمای طاقت فرسای 45 درجه رو تجربه کنیم. ببینیم چند نفر انصراف میدن. خب اول بریم سراغ دوستای آمریکاییمون. ما گرمه، دارم خفه میشم، دارم میمیرم، طاقت ندارم. یه نفر حالش بد شد، افتاد. آقا من انصراف میدم. خب اگه حاضر باشید $50,000 از جایزتون کم کنم، میتونم بهتون آب یخ بدم. آره قربون مرامه. همونطور که دیدیم از آمریکایی‌ها فقط یه نفر انصراف داد. حدس میزنم از ایرانی‌ها حداقل 5 نفر انصراف داده باشن. اینا همه کشته شدن. خوابیدی ما، صدا تو ببر. چی؟ سر زور دیگه، گرم چرت زدیم. آقا یعنی چی اینا تو این گرما خوابیدن؟ آقا خواب نه، چرت زدیم. خب چیزی نمیخواین؟ آب یخی چیزی؟ آب میدین مفتاحی؟ تقریبا فقط $50,000 از جایزتون کم میکنیم. $50,000 یعنی معادله 3 میلیارد تومن پول. به خاطر چی؟ یه چیکه آب. میگن این آمریکا یا خسیسنا تو ایران آب سد کن فیری میذارن برای مردم. خب بابا مسابقه است دیگه، اصلا نمیارم. تازه اگه برم دیگه خبری از هیچ چیزی نیست. داداش ببین، اگه یه فلاکس چایی واس ما بیاری مردونگی کردی. تو این گرما چایی دیوونه شده؟ باشه من از خودمه که زودتر هست بشید. آخش خنک شدیم. اوه چسبیدو. با اینا دیگه چه موجودایی هستن تو دمای 50 درجه چایی میخورن؟ پشمام. ای تو که سفید پوسته، تو این نکن به ما. یه کاری میکنم با دوسته. باشه بابا، ببخشید چرا ناراحت میشی؟ خب حالا ما میخوایم بعد از 24 ساعت غذا ندادن بهشون غذا بدیم. بفرمایید رفقا، غذا رسید.
ای جان استیک جون، بعد یه روز خیلی میچسبه، گشنه بودیم. باشه بابا آروم باش، الان بهت میدیم. رفقای ایرانی غذا رسید. آی جون نظری هم میدم. قبول باشه. غذا هم میدین؟ من فکر کردم بدون غذا باید 30 روز بمونیم. حالا غذا چی ها؟ استیک. استیک دیگه چه کسی شدی؟ آبگوش بدی. خب تا اینجا 25 روز گذشته. بریم ببینیم چند نفر موندن. وای فقط 5 نفر از آمریکایی‌ها موندن. خدایی خوب دووم آوردن تا اینجا. ناسلامتی همشون تکاور بودن و ای وای انگار هیچ کدوم از ایرانی‌ها بازیو ترک نکرده. چه مردم جون سختی دارن. داداش میشه بگی چه جوری تو الان طاقت آوردی؟ علاوه بر جایزه اینجا مثل مسافرتی برام غذای مجانی صبح تا شب استراحت کار نیازت بکنیم که قشنگ مثل بهشت. خب شما چطور؟ ما تو ایران روزای عادیمون از این سخت‌تر بود. اینجا کاری نداره برامون. متاسفانه با خبر شدیم که یکی از شماها پدرشو از دست داده. وای چه اتفاق ناراحت کننده ای. همه هزینه‌های دفن پدرت با ما. تازه برات بلیت هواپیما میگیریم که سریع برسی به مراسم کفن و دفن. ویلش کن بابا داخل مگه میخواست واسه چی بذاره؟ بمون همینجا گریه کن، فاتحه‌اش هم بخون، تازه میرسه بهش. اینجا بمونی بدبخت جایزه رو میگیری، پدر مادر چیه؟ اصلا یادت میره، تازه پدرت هم روش شاد میشه. اینجوری بیشتر دوستت داره. خب تصمیمت چیه دوست من؟ میمونم تو مسابقه. بابا اینا دیگه چه سمایی هستن. خیلی خوب بریم با هم چالش آخر رو انجام بدیم. میخوایم دمای اینجا رو منفی 10 درجه کنیم. اوضاع چطوره بچه؟ یخ زدن حتی نمیتونن حرف بزنن. خب از اونجایی که اینجوری خیلی بی‌انصافیه، هر کدومتون میتونید یه وسیله که برای گرمایش نیاز دارید بگید براتون بیارم. تازه حواستون به اینم باشه که از الان تا پایان چالش هر روز هوا رو 5 درجه سردتر میکنیم. کیسه خواب، یه لباس خیلی گرم، من یه شوفاژ بزرگ میخوام. فکر کردی زرنگی؟ نه خیر، شاید بتونم یه شوفاژ کوچیک برات جور کنم. یه چیزی باشه گرممون بشه. بخاری. خب ببینین اگه بخاری میخواید مجبورم یه دون از اون کوچیکاش بهتون بدم، به درد نمیخوره. حله. یه فلاسکی تایم بر من بیا. بابا شما چه آدمای عجیبی هستی، تو سرما و گرما فقط چایی میخواین؟ ببینید دوستان توجه کنید، دما هر روز 5 درجه کمتر میشه. حیف نیست تا اینجا موندید همه حذف بشین. هر روز 5 درجه؟ مگه میخواین از ما آلاسکا درست کنی؟ یعنی با یه فلاسک چای کارتون میشه؟ آره میچسبه. خیلی خوب، تو چی میخوای؟ راستش من یه میز بزرگ میخوام. میز؟ آره. میزو میخوای کجات بکنی؟ باشه بابا یه میز براشون بیارید. خب الان 6 ساعت از پایین آوردن دما گذشته، ببینیم در چه وضعیتی هستن. شب بود زمستان. این دیگه چیه ساختین؟ کرسی. پشمام چه چیز خفنیه. چای میخوری؟ نه داداش نوش جون. اینا دهن تو رو سرویس کردن. هر کاری کردم ایش که تسلیم نشد. وا بده ایرانی. انگار مسابقه تموم شد و در کمال تعجب ایرانیا برنده شدن. ایران اگر دل تو را شکستن، تو را به بند کینه بستن، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن. داداش میگم ببین، ما جایزه رو نمیخوایم، ویزای آمریکا نداری به ما بدی؟ حالا همش هم نه، نصفشو میگیریم واسمون ویزا هم بگی. خب باشه، باید ببینم چی کار میتونم واسهتون بکنم. ولی راستش به من خیلی برخورد. میخوام یه چالش دیگه براتون بذارم با 2 برابر جایزه، البته اگه قبول کنی. قبوله، 2 برابر، معلومه که قبوله، فقط قبلش ویزای ما رو اوکی. خیلی خوب باشه پس قبوله. ایران نه فریبرز، ایران چیه؟ ما الان نیتیو آمریکایی، ما هم عوض کن. آمریکا فدای اشک و خنده تو، دل پرو تپنده تو. تو پارت 2 این ویدیو چه دهنی ازشون سرویس کنم. پارت دوم همین الان تو چنل آریوشن آپلود شده، بزنید رو این ویدیو برید ببینید. تازه لینک کانالشون هم تو دیسکریپشن هست.